ببینیم سخن از این میشه میاد که ترامپ اگر بیاد، ترامپ بیزینسمنی است که مذاکره میکنه. بله، بایدن هم مذاکره میکرد. اونها با شیطان هم در جهنم مذاکره میکنن. هیچ وقت هم راه مذاکره رو نمیبندن. بله، ولی در مذاکرهشون دنبال چه چیز هستن؟ آن چیزی رو که در مذاکرهشون دنبالشونه باید اون رو مورد توجه قرار داد. در مذاکره ترامپ حد اکثرها رو میخواهد، نه حداقل حد اکثرها رو که اوباما میخواست. قانونی رو ایجاد کردن که سونتزو استراتژیست بزرگ میگوید در هنر جنگ، میگوید رقیب خود رو، دشمن خود رو اونقدر تضعیف کن که جلوت زانو بزنه و وقتی جلوت زانو زد او رو به راحتی سرش و از تنش جدا کن. بعد از آمدن ترامپ و به ویژه از سال 2018، همون گونه که عرض کردم در مصاحبه قبلی با شما، در 2018 آمدن روی چنج رژیم. میگویید الان ترامپ آمده میگوید ما به دنبال چنج رژیم نیستیم. خب طبیعی است که نگه، هیچ سیاستمدار عاقل این حرف رو نمیزنه.